روز 22 مارت در ناحیه کراسنوگواردیسکی ولایت مسکو بیش از 50 مهاجر تاجیک از جانب پلیس بازداشت شدند. بنا به اطلاع مهاجران، بعضی از آنها پس از پرداخت 50,000 روبل آزاد شدند، اما دیگران در شرایط نامساعد نگاه داشته می‌شوند. آنها میگویند که مجبورند روی فرش خواب کنند و غذای کافی نمیگیرند. همچنین بعضی مهاجران اظهار داشتند که اگر حجت‌های ثبتی بودجه نداشته باشند برای آزادی 50,000 روبل طلب میکنند، ولی حتی با پرداخت این مبلغ هم آزاد شدن آنها نامعلوم است. مقامات روسیه تا حال درباره این حادثه اظهار نظر نکردند. مهاجران میگویند که هنوز نسبت آنها قرار صادر نشده است و معلوم نیست تا کی در بازداشتگاه میمانند. مرکز نظارت اکستریمیسم سووا در تحقیقات گفته است که از سال 2023 به این طرف برخورد نجات پرستانه با مهاجران در روسیه افزایش یافته است. این حادثه در زمان رخ می‌دهد که مناسبت مقامات روسیه با مهاجران مخصوصاً پس از حمله به کراکوس سیتی هال در ماه مارس سال 2024 بدتر شده است. پس از آن حادثه زیاده از 120,000 شهروند تاجیکستان در روی خط اخراج قرار گرفتند و شرایط بودجه آنها در روسیه دشوارتر شده است. این حالت‌ها نشان می‌دهند که شرایط مهاجران تاجیک در روسیه روز تا روز دشوارتر می‌شود و آنها با مشکلات زیادی روبرو هستند.